بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تبیین محور بحث به گوشه های از احکام حقیقت هستی میپردازند. میفرمان به این که حقیقت هستی ذاتاً ظاهر هست و چیزهای دیگر به وسیله هستی ظاهر میشوند. هستی که ذاتاً ظاهر است اگر از اون صرافت خود تنزل بکند مایه ظهور چیزهای دیگر هم خواهد شد. این مطلب اول. اگر از اون صرافت تنزل نکند مایه ظهور چیزی دیگر نخواهد شد. لذا سخن از کان الله ولم یکن معه شیء مطرح است. در مرتبه ذات که خود حقیقت هستی برای خود ظاهر هست و بدون تنزل ظهور دارد، چیزی در اون مرحله ظاهر نیست، نه موجود مجرد نظیر عقول عالیه، نه موجودات مادی نظیر سماوات و ارض و امثال ذالک. و اگر حقیقت هستی از اون صرافت تنزل کرد مایه ظهور چیزی از چیزهای موجودات امکانی خواهد شد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که هرچه ظهور حقیقت هستی در مراحل نازله بیشتر باشد این ظهور ضعیفتر می شود و هرچه تنزل کمتر باشد ظهور قوی تر است. پس درجات ظهور مربوط به درجات تنزل است. هرچه از اون صرف هستی دورتر باشد ظهور وجود کمتر است. هرچه به اون مرتبه صرف هستی نزدیکتر باشد درجه ظهور بیشتر است. پس همون طوری که برای حقیقت هستی درجاتی هست برای ظهور هم درجاتی هست، قهراً برای خفا هم درجاتی هست. مطلب دیگر آن است که هر اندازه که حقیقت هستی تنزل بکند ظهورش ضعیفتر می شود و اون حجاب ها روشن‌تر دیده می شوند. وقتی ظهور ضعیف شد معلوم می شود اون حجاب ها قویند که نمی گذارن حقیقت هستی به نحو بارز ظهور بکند. اگر تنزل بیشتر بود ظهور ضعیفتر هست و ضعف ظهور در اثر قوت اون حجاب است. مطلب چهارم آن است که حجاب ماهیات است. مراتب تنزل مال خود وجود است که مطلب دوم برمیگشت. مراتب تنزل مال ظهورات خود هستی است و هرچه تنزل پایین تر باشد و بیشتر باشد ظهور ضعیفتر است. مطلب سوم آن است که ضعف ظهور در اثر قوت حجاب حاجب است. چون حاجب قوی است اون وجود ظهورش کمتر هست، اون وجود مخفی است و این حجاب مشهور هست و این حجاب ظهور دارد. مطلب چهارم که مناسب با مطلب سوم است آن است که اونها که دیدشون ضعیفتر هست ادراکشون ضعیفتر هست درجات نازله وجود را بهتر ادراک میکنن، به عکس اونچه که در مقام ثبوت هست. در مقام ثبوت هرچه درجه وجود تنزل بکند ضعیفتر می شود و هرچه درجه وجود تنزلش کمتر باشد ظهورش قوی تر است. ولی اونها که در مقام اثبات یعنی در مقام معرفت و درک قرار دارند هر اندازه که درک اونها ضعیفتر باشد اونها مراحل نازله وجود را بهتر درک میکنند. ولی اگر موجودی درک او قوی تر بود او درجات عالی وجود را بهتر درک میکند. نظیر نور آفتاب که نور آفتاب هر اندازه تنزلش بیشتر باشد
و درجات نزولیش بیشتر باشد، اون چشمهای ضعیف این درجه نازل را بهتر درک میکنن و هر اندازه قویتر باشد، درجه نزول کمتر باشد، این مدارک ضعیف و بینش های ضعیف او رو کمتر درک میکنند، که این مربوط به این مطلب چهارم، مربوط به مقام اثبات و معرفت است، نه مال مقام ثبوت که اصل وجود است. مطلب پنجم این است که حق تعالی که صرف هستی است و تنزلی در او نیست، برای یک عده اصلا درک نمی شود که منکر حقن، یک عده او را درک میکنند ولی خیلی ضعیف، و یک عده او را درک میکنند و خیلی قوی، اما هیچ کدام او را به کنهزات درک نمیکنند. این چند امر است که در خصوص مطلب پنجم بیان می شود. اصل مطلب آن است که چون حق تعالی هستی محض است و صرف هستی است و تنزلی در او نیست، چون تنزل مال آثار و تعینات اوست، پس خودش در نهایت ظهور است و چون خودش در نهایت ظهور هست، همین شدت ظهور به شدت نورانیت او حجاب اوست و مانع درک است. چون نور وقتی خیلی قوی شد، همین شدت نورانیت وسیله حجاب می شود، نمی گذارد بینش های ضعیف اون نور قوی رو درک بکنند. بعضی ها اصلا درک نمی کنند و اینها ملحدان و منکرانی هستند که اصل هستی و مبدأ را منکرند. بعضی ها او رو درک می کنند منتها خیلی ضعیف درک می کنند، برای اینکه بینش اینها و دید اینها ضعیف است. گروهی هم که اوحدی از انسانهای متکاملن واجب را درک می کنند و خیلی هم قوی درک می کنند، اما هرگز به کنه ذات واجب نمی رسند، زیرا موجودات امکانی هر اندازه هم که بینش او قوی باشد، بینش او از اصل هستی او قوی تر نیست. اصل هستی موجودات امکانی محدود است، قهراً بینش ها و شهود های اونها محدود خواهد بود و هیچ محدودی هم نمیتواند نامحدود را به کنه درک کند، لذا هیچ موجود امکانی نمیتواند کنه ذات واجب را درک کند. مطلب دیگر و امر دیگر در ذیل همین مطلب پنجم آن است که حق تعالی چون نورانیت او نامحدود است، پس در همه شرایط حضور و ظهور دارد. اگر در بعضی از شرایط ظهور داشته باشد، در برخی از شرایط ظهور نداشته باشد، معلوم می شود ظهور او محدود هست نه نامحدود. چون نورانیت او نامحدود است، در همه مراحل ظهور دارد و چون در همه مراحل ظهور دارد، برای همه موجودات قابل درک است. اونگاه سخن از قرب حق نسبت به موجودها را بیان می‌کنند که خداوند نسبت به ما نزدیک است. در اینجا چند آیه از آیات قرآن کریم را به عنوان اشاره ذکر می‌کنند. تتمیم بحث به این است که آیات قرآن کریم در این زمینه به چند طایفه تقسیم می‌شود. در بعضی از طوایف آیات قرآنی این است که خدا موجود است. در بخش دیگر از طوایف آیات این است که خدا نه تنها هست، بلکه هر جا شما باشید با شما هست، که و معکم اینما کنتم. نه تنها او هست، او الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، بلکه هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید با شما هست. طایفی دیگر این معیت را باز میکنند، میفرماید به این که نه تنها با شما هست، بلکه با شما نزدیک هم هست. حالا در درجات قرب از این به بعد به 4 قسم تقسیم می شود. یکی اصل این که خدا قریب است، نظیر اونچه که در سوره بقره آمده است که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، که از حق تعالی به عنوان قریب یاد شده است.
بعد از اثبات اصل قرب، مسئله اقربیت حق تعالی مطرح است. نه تنها خدا قریب است، بلکه اقرب از دیگران است نسبت به ما. این اقرب بودن گاهی بین است که از دیگران نسبت به انسان اقرب است، نظیر آنچه در سوره اذا است که اگر محتضر در آخرین لحظه عمرش به سر میبرد، نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. خدا فرمود ما به این محتضر از شما نزدیکتریم ولی شما نمیبینید. از این مرحله بازتر همون آیه سوره قاف است که لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، که خداوند از انسان به انسان از حبل وریدش و از رگ گردن رگ حیاتش نزدیکتر است. از این مرحله جلوتر همون آیه سوره انفال است که فاعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، که خداوند بین انسان و قلب انسان حائل است، که در این آیه سخن از عنوان قرب نیست، سخن از عنوان هیلوله است. و اما وقتی که فرمود خداوند بین انسان و قلب انسان حائل است، قلب انسان هم همون حقیقت او و جوهر ذات اوست، معلوم می شود که بین حقیقت انسان و بین حقیقت انسان خدا حائل است. یعنی این چه نیست که انسان یه موجود صمد باشد، درون پر باشد، که درون انسان پر باشد و غیر از انسان چیز دیگر نباشد. انسان موجود اجوف، همونطوری که طبق روایت مرحوم کلینی غیر خدا معتمل است و اجوف. تنها موجودی که صمد است فقط ذات اقدس اله است. چون ذات اقدس اله صمد است و نامحدود است، پس در درون هر چیزی هم حضور و ظهور دارد. وقتی درون هر چیزی حضور و ظهور داشت، پس هیچ چیزی صمد و درون پر نیست و مصمت نیست. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه. گرچه در بعض از روایات این معنای بلند آیه به صورت ظهور فعل تجلی کرد، یعنی این چنین تفسیر شده است که خداوند گاهی نمیگذارد انسان تصمیمی گرفت اجرا کند، بین انسان و اراده انسان فاصل است. این تفسیر حق است، اما این منحصر نمی شود کرد معنی آیه را. بین ظاهر آیه این است که خداوند بین انسان و خود انسان حائل است، چون قلب انسان همون حقیقت انسان است. منظور از قلب انسان این موجودی نیست که در علم طب مطرح است که میگوین فلان کس بیماری قلب دارد یا فلان کس بیماری قلب ندارد. این چه نیست. این قلبی که درباره او راجع به منافق و کافر آمده است فی قلوبهم مرض، یا قلبی که درباره است ابراهیم سلام الله علیه آمده است اذ جاء ربه بقلب سلیم و مانند آن. قلب هر کسی حقیقت اوست. این که فرمود خداوند بین انسان و قلب او حائل است، یعنی بین حقیقت انسان و بین حقیقت انسان فاصل است. یعنی در درون انسان قدرت حق حضور و ظهور دارد. یعنی انسان یه موجود صمد نیست و این اختصاصی هم به انسان ندارد. درون هر موجود این چنین است که درون هر ذره ذات اقدس اله حضور و ظهور دارد. این 5 مطلب با اموری که مربوط به هر کدام از این است. این امور 5 گانه که گذشت، اونگاه به خواست خدا در نوبت‌های بعد روشن می شود که چرا در همه این مسائل جریان نور را و جریان مفهوم نور را و مصداق نور را و درجات نور را بازگو میکنن. برای اینکه اونها که قائل شدن به اصالت وجود، ماهیت، و قائل شدن به اعتباریت وجود، یا قائل شدند به تباین وجود، و حتی نوع محققین اهل حکمت متعالیه که قائل شدن به تشکیک وجود، در هر کدام از این مسائل یک خلطی و یک اشتباهی راه داده است. از انکار مبدأ و انکار اصالت وجود و اعتقاد به اصالت ماهیت و قول به تباین وجود و حتی قول به تشکیک وجود، در همه این مراحل یک اشتباه راه پیدا کرده است.
تنها راهی که مسون از اشتباه است آن است که حقیقت هستی اصیل است و واحد متباین نیست و تشکیک هم نیست و وحدت شخصی دارد، چه اینکه اولیا و عرفا برانند و این کثرت ها و تشکیک ها به ظهورات بر بگردد نه به وجود. لذا دو مطلب دیگر را در کنار این 5 مطلب یاد شده به عنوان مما یجب ان یعلم ذکر میکنند که اون 2 مطلب اساسی در کنار این 5 مطلب که جمعاً میشه 7 مطلب متمم مسئله است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 69 فرمود فالظهور الوجود بذاته فی کل مرتبة من الاکوان و تنزله الى کل شأن من الشؤون یوجب ظهور مرتبة من مراتب الممکنات و عین من الاعیان ثابته. در هر مرتبه ما 2 تا ظاهر داریم، یک ظاهر به ذاته و یک ظاهر به غیره. اون ظاهر به ذاته وجود است، اون ظاهر به غیره ماهیت است که به اصطلاح اهل حکمت میگوین ماهیت و به اصطلاح اهل معرفت میگن عین از اعیان ثابته. پس فالظهور الوجود بذاته فی کل مرتبة من المکوان و تنزل وجود الی کل شأن من الشؤون این یوجب ظهور مرتبة من مراتب الممکنات که قهرن اون مرتبه ممکن میشه ظاهر بالعرض و این عین از اعیان ثابته میشه ظاهر بالعرض. پس 2 امر در این مطلب اول بیان شد. اما مطلب دوم این است که و کل ما کان مراتب النزول اکثر، هرچه درجات نزول بیشتر باشد و ان منبع الوجود ابعد، درجه نزول از سرچشمه هستی دورتر باشد، کان ظهور الاعدام و الظلمات به صفت الوجود و نعت الظهور و احتجاب الوجود به اعیان المظاهر و اختفاؤه به صور المجالی و انسباقه به سبق الاکوان اکثر. مطلب دوم آن است که هر اندازه درجه تنزل بیشتر باشد 2 تا نسبت متقابل و متعاکس پیدا می شود. هر اندازه درجه تنزل بیشتر باشد ظهور وجود خفی مخفی تر می شود و ظهور این حجاب ها بیشتر می شود، یعنی ماهیات بهتر جلوه می کند و ظهور از پشت پرده ماهیت کمرنگ دیده می شود. این نسبت های متعاکس محفوظ است. هر اندازه تنزل بیشتر باشد ظهور وجود ضعیفتر است و ظهور ماهیات قوی تر و اگه وقتی تنزل می کند این حجاب ها بهتر دیده می شود و اون پشت پرده و حجاب دیده می شود. و کل ما کان مراتب النزول اکثر و ان منبع الوجود ابعد 2 مطلب 2 سلسله و 2 رشته متقابل و متعاکس مطرح است. کان ظهور الاعدام و الظلمات که همون ماهیاتن که ذاتن معدومن، اونها به صفت وجود و نعت ظهور در می آیند. کان ظهور الاعدام و الظلمات به صفت الوجود و نعت ظهور این یک. و احتجاب الوجود یعنی کان و احتجاب الوجود به اعیان المظاهره و اختفاؤه یعنی اختفاء الوجود به صور المجالی و انسباق الوجود به سبق الاکوان اکثر. هر اندازه تنزل بیشتر باشد این ماهیت بیشتر جلوه می کند و وجود پشت پرده ماهیت مخفی تر می شود و بیشتر رنگ ماهیت می گیرد. لذا در ذیل همین مطلب دوم می‌فرمایند فکل برزة من البرزات، در هر بروز یوجب تنزلا عن مرتبة الکمال و تواضعا عن غایة الرفعة والعظمة و شدت النوریه و قوت الوجود. در هر بروزی تنزلی هست و تواضعی هست که هرچه بروزات بیشتر باشد تواضع وجود بیشتر و تکبر ماهیت و برجستگی ماهیت بیشتر. خب
این هم مال مقام ثبوت است. وقتی این چنین شد، مسائلی که مربوط به مقام اثبات است به دنبال این مقام ثبوت ظهور می کند. وقتی که تنزل بیشتر بود و وجود محجوب شد و ماهیات حاجب شد و این ماهیات دیده می شود، از این به بعد که مسئله مربوط به مقام معرفت و شناخت و اثبات هست، چند تا حکم برمیخیزد. عده‌ای فقط همه این حجاب ها رو میبینن، از دیدن اون حق که هستی است محجوبن. اینها ملحد و کافرن. کسانی هستند که در قیامت هم از شهود حق محجوبن. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. همونطوری که در دنیا فقط آیات الهی را میدیدن و ذیل آیه را نمیدیدن، در آخرت هم همینطور. اینا چون بینششون بسیار ضعیف است، همواره این حجاب ها را می نگرن، از اون محجوب بهره ای ندار. این یکی. از اینها که گذشته، کسانی که اون حقیقت هستی را من وراء حجاب می بینن، اونها یا ماهیات رو به طور قوی می بینن، اون رو به طور خیلی ضعیف، و اصل او را مثلا نمیپذیر، ضعیف میبینن. یا نه کسانی هستند که این حجاب های ظلمانی را میتوانند خلق کنند و ماورای حجاب را بنگرند، ولی حجاب های نوری را نمیتوانند خلق کنند. این هم یک گروه هست. گروه دوم کسانی هستند که حجاب های نوری را خلق میکنند، ماورای حجاب های نوری را که اصل حق تعالی سوره میبینند، و اینها هم هر اندازه قوی تر باشن دیگه نمیتوانند به کنهزات برسن. حالا این مطلب دوم به بعد مربوط به مقام اثبات است. فرمان و کل مرتبت من المراتب که یکون النزول و الخفاء فیها اکثر، در هر مرتبه که نزول وجود بیشتر و خفای وجود بیشتر است، کان ظهور اون حقیقت علل مدارک، ظهور اون مرتبه علل مدارک ضعیفه اشد، ظهور اون مرتبه بر مدارک ضعیفه اشد است، والحال به عکس ما ذکر علل مدارک القویه است. مدارک قویه خود حقیقت هستی را بهتر درک میکنن تا این مراتب و حجاب ها را. از باب تشبیه معقول به محسوس، جریان شمس و جریان چشمهای ضعیف را ذکر میکنم. فهم که مراتب انوار شمس بالقیاس الی اعین الخفافیش به غیرها، اونا که خفاش گونه‌اند، هرچه نور ضعیفتر باشد درکش برای اینا آسان تر است، هرچه نور قوی تر باشد درکش برای اینها دشوارتر است. که مراتب انوار شمس بالقیاس الی اعین الخفافیش به غیرها، لذا میفرمان که به لحاظا یکون ادراک الاجسام التي هي فی غایت نقصان الوجود اسهل علی الناس من ادراک المفارقات النوریه التي هي فی غایت قوت الوجود و شدت النوریه. لذا توده مردم اجسام را بهتر درک میکنند تا ملائکه را، ارواح انبیا را، اولیا را، معانی وحی و اسمت و رسالت را. درک حجر و مدر برای توده مردم آسان‌تر از درک معنای وحی و رسالت است. هر اندازه موجود ضعیفتر باشد درکش برای افراد عادی آسان‌تر است. یکون ادراک الاجسام التي هي فی غایت نقصان الوجود اسهل علی الناس من ادراک المفارقات النوریه التي هي فی غایت قوت الوجود و شدت النوریه که لا اشد منها فی الوجود و النوریه الا بارئها و مبدئها. موجودات قوی نظیر فرشته ها، عقول عالیه و مانند آن که شدیدتر از اونها غیر از حق تعالی کسی دیگر نیست، که لا اشد منها فی الوجود و النوریه، مگر کسی که بارئ اونهاست و مبدع و پدید آورنده اونهاست، و اون بارئ و مبدع همون نور الانوار و وجود الوجودات است. چرا واجب تعالی از اونها قوی تر است؟ برای اینکه اون عقول عالیه و اون مجردات
هر اندازه هم در شدت نوریت قوی باشند ولی بالاخره متناهی هستند و واجب تعالی غیر متناهی است از در شدت نوریه. حیث ان قوت وجود حق تعالی و شدت ظهور حق تعالی غیر متناهیت قوتا و مدتا و عدتا، چون هم از در مدت همون اقسام سگانه لاتناهی، غیر متناهی است مدتا، غیر متناهی است عدتا و غیر متناهی است قوتا و شدتا. ممکن است موجودات نوریه و مجرده غیر متناهی باشند عدتا و مدتا، اما قوتا و شدتا متناهی. ولی شدت وجودهی و شدت وجود حق و شدت ظهور حق، یعنی وجود حق تعالی که باره و مبدع همین هاست، لا تدرک الابصار. در ذیل این آیه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، حدیث از امام رضا علیه السلام است که نه تنها لا تدرک الابصار بلکه لا تدرک البصائر. اینطور نیست که فقط ابصار نمیتواند او را کما وقع درک کند، بلکه بصائر هم نمیتواند او را درک کند. اونچه را که بصائر درک میکنن یعنی عقول درک میکنن در حقیقت تعین از تعینات حق تعالی است، کنه ذات نیست. اگر نوبت به تعین رسید پس ابصار هم او را درک میکند، چون ابصار اجسام را درک میکند که هم تعینات حق هست. پس کنه ذات را نه ابصار درک میکند و نه بصائر، تعینات ذات را هم ابصار درک میکند هم بصائر. نه البته، بله این چنین نیست، ولی به نحو سالبه مطلق که ما بگم که هیچ تعینی را ابصار درک نمی کند اینطور نیست. غرض اینه که اگر بحث در ابصار بحث تعین هست، هم ابصار درک می کند هم بصائر. اگر در کنه ذات است نه ابصار درک می کند نه بصائر. بصائر کنه ذات رو نه دیگر، چون نامحدود است دیگر. لم یطلع العقول و تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. خب لذا فرمود به این که لا تدرک الابصار و لا تحیط به الافهام بل تتجافى عنه الحواس و الاوهام. حواس و وهم، حواس ظاهره و حواس واهمه تنبو یعنی تجافی میکند، جا خالی میکند و از او دور میشود. و تنبو منه العقول و الافهام، تنبو یعنی تبعدو، عقل از او حریم میگیرد و فاصله میگیرد، دور میشود. خب فالمدارک الضعیفه تدرک الوجودات النازله المصحوبه بالاعدام و الملکات الخفیه المخفیه و الملکات المختفیه المحجوبه بالاکوان المنسبقه بسبق الماهیات المتخالفه و المعانی المتضاده. بینش های ضعیف این مراتب نازله وجود رو درک میکنن که هر مرتبه نازله وجود یه مرتبه ماهیت همراه اوست. در صحابت ماهیت و معنا هست، یا ماهیت هست یا مفهوم هست که با اون وجود هست و او را همراهی میکند و این ماهیات و این مفاهیم حجاب های اون وجودن. اون وجود می شود محجوب و این وجود مفهوم یا ماهیت می شود حاجب، قهرن چون وجود در صحبت مفهوم یا در صحابت ماهیت است، سبقه مفهوم یا سبقه ماهیت را می گیرد. این ماهیات با هم مخالفن و این معانی با هم متضادن، اما وحی این حقیقت وجود فی حقیقتها متحدت المعناست و هیچ تباینی در اون نیست، که این ناظر به اون خلطی است که قائلین به تباین کردن. قائلین به تباین وجودات مثل قائلین به اصالت ماهیات در این حجاب ها موندن. قائل به اصالت ماهیت حاجب را دید، از وجود که محجوب است موند. قائل به تباین وجود این تباین حجاب ها را به حساب اون محجوب آورد و خیال کرد که وجود متباینن، در حالی که وجود حقیقت تشکیکی است و این حجاب ها با هم متباینن. این که می‌فرمایند این حجاب ها به ماهیات متخالفن و این معانی متضادن و اما هیه و هیه یعنی حقیقت وجود فی حقیقتها
متحدة المعناست به انما التفاوت فیها به حسب القوة و الضعف و الکمال و النقص و العلو و الدنو الحاصلة لها به حسب اصل الحقیقت البسیطه به اعتبار مراتب تنزلات لا غیرها. این ناظر به بیان اون خلطه است که در این خلال به اون مطلب هم اشاره شده است که حقیقت هستی تباینی در اون نیست و اگر تباینی هست مال ماهیات و مفاهیم هست و اونها که اصالت وجود را پذیرفتن ولی گفتن وجود دارای حقایق متباینه است، از یک عقبه کعود گذشتن ولی از عقبه کعود دیگر نگذشتن. یعنی گرچه اونها ماهیات را ندیدن و از ماهیات گذشتن و اصالت وجود پی بردن، اما این تباینی که مال این حجاب هاست این تباین را به حساب وجود آوردن. کما سینکشفوا من مباحث تشکیک. خب امر دیگری که باز در ذیل این مطلب بود، مطلب مقام اثبات است، مطلب سوم این بود که ولو لم یکن، این است که ولو لم یکن المدارک ضعیفة قاصرة عن ادراک الاشیاء علی ما هی علی لکان ینبغی ان یکون ما وجوده اکمل و اقوا ظهوره علی القوة المدرکه و حضوره لدیها اتم و اجلا. اگر ضعف در بینش نباشد، اگر بینش و مدرک ادراک کننده ضعیف نباشد، باید برابر با هستی حرکت کند. هرچه تنزل کمتر باشد وجود قوی تر است و ظاهرتر است و باید معروفتر و مدرکتر باشد. هرچه تنزل بیشتر هست وجود البته ضعیفتر هست. سر این که مدارک ضعیفه اون مراحل عالیه وجود رو درک نمی کنن، نه برای آن است که اون مراحل عالیه وجود محجوب است، بلکه مدارک ضعیفه وجود بینشیشون قاصر است و محجوبن. ولو لم یکن المدارک ضعیفتن، یعنی اگر نیروهای ادراکی ضعیف نباشن و قاصر نباشن از ادراک الاشیاء علی ما هی علی، هر چیزی در هر حدی که هست بتواند او را علی ما هی علی درک بکند. اگر این ضعف نبود سزاوار بود که هرچی که وجودش اکمل و اقواست ظهور او بیشتر باشد، او معروف تر باشد. یعنی عقول عالیه، فرشته ها، معانی عقلی معروف تر باشند نسبت به معانی ضعیف. مطلب پنجم از نظر سیر بحثی که در خارج گفته شد، تطبیق اون اصل کلی است درباره خصوصی واجب تعالی که مطلب پنجم است. می‌فرمان ولما کان واجب الوجود، که این سورایی است برابر اون اصل کلی. ولما کان واجب الوجود من فضیلت الوجود فی اعلی الانها، او از فضل هستی در عالی ترین نحو درجه قرار دارد. و فی سطوع النور فی غصی المراتب، در اینکه نور ساطع و درخشان است در اقصا مرتبه و در دورترین مرتبه قرار دارد. یجب ان یکون وجوده اظهر الاشیاء عندنا، این نه تنها وجودش اظهر الاشیاء است بلکه هو ظاهر هست و بلکه علی غیر که من از ظهور ما لیس لک در باره صدقه است. در مقام ثبوت اظهر الاشیاء هست، باید در مقام اثبات هم اظهر الاشیاء باشد. برهان اقتضا دارد که ما واجب تعالی را بهتر از چیزهای دیگه درک بکنیم، این مقتضای برهان. و از این که درک نمی کنیم معلوم شود ما ضعیفی، این مقتضای برهان است. ولما کان واجب الوجود من فضیلت الوجود فی اعلی الانها فی سطوع النور فی غصی المراتب یجب ان در مقام صوت این چین است، یجب ان یکون وجوده اظهر الاشیاء عندنا در مقام اثبات. و از این که ما در مقام اثبات او را درک نمی کنیم معلوم شود نقص از طرف ماست. و حیث نجد الامر علی خلاف ذلک، ما برخلاف این میابیم، یعنی واجب تعالی پیش ما اظهر الاشیاء نیست، علمنا ان ذلک لیس من جهته، این خفا از طرف حق نیست، از طرف خود ماست. ما محجوبیم به نمیبینیم، نه اینکه حق تعالی حجابی داشته باشد. از هو یعنی حق تعالی فی غایت العظمت و الاحاطه و السطوع و الجلاء و البلوغ و الکبریاست.
ولکن لضعف عقولنا و انغماسها فی الماده و ملابستها الاعدام و الظلمات، چون بینش ما ضعیف است و از راه حس درک میکنیم و سخن از این است که من فقط حسن فقط علما و با عالم طبیعت فرو رفته ایم، چون این چین است تعتاسو عن ادراکهی، این عویسه بودن مال خود قوه است، نه اینکه او مخفی است. این قوه تعتاسو، نه اینکه هو یعتاس. این اعتیاس و عویسه و اشکال مال قوه مدرک است، نه اینکه مال اون مدرک باشد. لکن لضعف عقولنا و انغماس این عقول در ماده و ملابست این عقول الاعدام و ظلمات، تعتاس این مدارک و عقول عن ادراک الواجب. این عویسه و مشکل مال عقول است، نه مال واجب تعالی. ولا نتمکن ان نعقله علی ما هو علیه فی الوجود، ما متمکن نیستیم که واجب تعالی را اونطوری که هست درک بکنیم. و این شدت نوریت حجاب هست. ولا نتمکن ان نعقل واجب تعالی را علی ما هو علیه فی الوجود. چرا؟ فان افراط کمالهی، افراط کمال واجب که او در نهایت کمال است، یبهروها، یبهرون عقول را، یبهرو یعنی یقهرو، او باهر است، او قاهر است. نه تنها باهر است که ظاهر است، بلکه باهر است به معنای قاهر. یبهر اون عقول را. چرا؟ لضعف اون عقول و بعد اون عقول عن معدن الوجوده و معدن منبع الوجوده و معدن النور و الظلمه و ظهور. و این دور بودن هم مال خودش است، چون خودش در این صفحه نعال هستی قرار گرفته، نه یک کسی او رو دور کرده و راه نداده، او نتوانست راه پیدا کند. این دور بودن هم من قبل سنخ ذات این مدارک و عقول است، لا من قبل الواجب تعالی. و حجاب مال مدارک ناقصه است، نه مال واجب تعالی. فإن واجب تعالی لعظمته و سعت رحمته و شدت نوره که نافذ هست و عدم تناهی واجب اقرب الینا من کل الاشیاء. این همون اون امور چندگانه است که در ذیل این مطلب پنجم بیان شده، که واجب تعالی نه تنها موجود است بلکه با ما هست، که نه تنها موجود هست بلکه معکم اینما کنتم، نه تنها با ما هست بلکه نزدیک هست، نه تنها نزدیک است بلکه نزدیکتر است، نه تنها از اشیاء دیگر به ما نزدیک است بلکه از رأی گردن به ما نزدیکتر است و نه تنها از رأی گردن به ما نزدیکتر است بلکه از ما به خود ما نزدیکتر است. که بعضی از این آیات اشاره شده و بعضی از آیات اشاره نشده در کتاب. چون اون نامتناهی است باید به ما از همه چیز نزدیکتر باشد. کما اشار الیه به قول تعالی و نحن اقرب الیه من حبل الورید که در سوره قاف هست، و به قول تعالی و اذا سألک عبادی انی فانی قریب در سوره بقره هست. خب این حجاب نوری معناش این است که روشنیش بیشتر است دیگر. اگر چنانچه انسان هر موجود را علی ما هو علیه درک میکند، اون چه که روشن‌تر است او رو باید بهتر درک بکند. حجاب نوری یعنی نور قوی تر. نه، اگر یک چیزی ضعیف باشد اون موجود مجرد و نوری برای او حجاب است، میشه حجاب نوری. پس اگر ما با اثباتمون و معرفتمون برابر ثبوت بود، هر چی که قوی تر بود باید او رو بهتر درک میکردیم. اون که نورانیتش بیشتر است یعنی ظهورش بیشتر است. بله، اگر مدارک ضعیف باشد ضعف اون مدرک نمیتوان مانع درک اوست. منتها بعضی ها میتوانند از حجاب های ظلمانی بگذرن و نمیتوانند از حجاب های نوری بگذرن.
بعضی از اون هم میگذرن. پس اگر اثبات برابر ثبوت بود، یعنی ما میتوانستیم اشیا را علی ما هو علیه درک میکردیم و اثبات هم برابر ثبوت پیش میرفت، ما باید مجردات را بهتر از مادیات درک میکردیم، برای که مجردات روشن‌تر از مادیات. فثبت ان بطون واجب تعالی من جهت ظهوری، او چون خیلی ظاهر است، مستور است، فهو باطن من حیث هو ظاهر، فکلما کان المدرک اصح ادراکا و عن الملابس الحسیه و الغواش المادیه ابعد درجه، کان ظهور و انوار الحق الاول علیه و تجلیات و جماله و جلاله له اشد و اکثر. هر اندازه که موجود درکش قوی تر باشد، مانند انبیا، اولیا، ملائکه، اونها واجب تعالی رو بهتر درک میکنن. آخرین امر از امور مربوط به مطلب پنجم این است. میفرمود بسیار خوب، ما گفتیم به این که هر اندازه که مدرک قوی تر باشد واجب را بهتر درک میکند، اما به کنه واجب نخواهد رسید و مع ذلک لا یعرفه حق المعرفه، این همان و ما عرفتو که حق معرفت است، ولا یدرکه حق الادراک. چرا؟ برای همین شکل اولی که تنظیم شد قبلا، قوا واجب تعالی نامتناهی است و قوای ممکنه متناهی هستند و هیچ متناهی نمیتواند نامتناهی را به کنه درک کند، پس هیچ موجود امکانی نمیتواند به کنه ذات حق برسد. لتناهی القوا و المدارک یک مقدمه و عدم تناهی واجب تعالی فی الوجود و نوریه این دو مقدمه. پس نتیجه این جمله آیه قرآن کریم خواهد شد که وعنت الوجوه للحی القیوم، همه خاضعن و خاشعن برمیگردن. حالا در اون جنبندی یه سلسله مسائلی درباره ادراک واجب و حق المعرفه مطرح خواهد شد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.